سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. میخوام امروز یک موتیف خیلی زیبا و پرکاربرد رو بهتون آموزش بدم. از حلقه جادویی شروع میکنم. حلقه جادویی به چه صورته؟ دقت کنید به دست من. یک حلقه ابتدا نخ رو میگیرم، شروع نخ رو میگیرم و یک حلقه با دو تا انگشتام تشکیل میدم. قلابم تو این دستمه، از حلقه عبور میدم، نخ رو میگیرم از زیرش. خب تو این مرحله من این دستم رو رها میکنم و این نخ رو، یعنی ادامه نخ رو آروم میگیرم و با دو تا انگشتای دیگه هم حلقه رو میگیرم. اینو باید تمرین بکنین تا بتونین. خیلی سریع میشین، بعدن با تمرین خیلی راحت تر انجامش میدین. حالا به این مرحله که رسیدم یه دونه زنجیره میزنم، و این دیگه قفل شد. حالا شروع کارمون همیشه با 3 تا، اگه میخوام با پای بلند کل حلقه رو پر بکنم، با 3 تا زنجیره هستش. 3 تا زنجیره رو میزنم، یک دور نخ رو دور قلابم میذارم و از قسمتی که دولا هستش، یعنی این قسمت یلا نه، از قسمت دولا یک بار نخ رو از زیر میگیرم، یک بار دیگه نخ رو میگیرم، دیگه از 2 تا رد میکنم، بار دیگه از 2 تا. پس ببینید این حرکت رو یه بار دیگه انجام میدم. ما داریم الان پای بلند میزنیم. ابتدا یک بار نخ رو دور قلاب میذارم، نخ رو میگیرم، از داخل حلقه عبور میدم، دوباره نخ رو میگیرم میارم بیرون، دوباره نخ رو میگیرم، یک بار از 2 تاش عبور میدم و بار دیگه از 2 تای دیگه. همین کار رو ببینید ما الان 3 تا پای بلند داریم. توی این قسمت میخوایم 16 تا پای بلند درست بکنیم. خب ببینید من 16 تا پای بلندم و بافتم. این رنج اول همه. حالا میخوام حلقه رو، خب اینا میخوام به هم نزدیک کنم دیگه، به این شکل که ما نمیتونیم ادامه بدیم. میام این نخی که آزاد بوده از اون اول رو میکشمش. ببینید قشنگ حلقه بسته شد. حالا میخوام بست بزنم به ابتدای رجم، یعنی این 3 تا زنجیره اولی که بافتم قلابو داخلش میکنم و نخ رو میگیرم و بست میزنم. به این شکل رج اولمون بافته میشه. در رج دوم ما 3 تا زنجیره میزنیم و یک دونه دیگه میزنیم، 4 تا زنجیره روی اولین. خب این که خودش 3 تا زنجیره شد. روی دومی یه دونه پای بلند میبافم، به این شکل 2 تا رو میگیرم، 2 تا سمت گندممو نخ رو میارم بیرون، یه بار از 2 تاش رد میکنم، یه بار دیگه از 2 تاش. حالا یه زنجیره میزنم، دوباره میرم گندمی بعدی رو میگیرم و یه پای بلند دیگه میزنم، دوباره یه زنجیره و همینطور تا انتهای رج تکرار میکنم. پای بلند رو هم که در رج قبلی گفته بودم. اینجا فقط یه تفاوتش اینه که یه پای بلند یه زنجیره بهش اضافه میشه. کاملا دور تا دورش رو با همین روش کامل تا انتها میرم. خب حالا رج دوم هم کامل بافتیمش، میخوایم وصلش کنیم به ابتدای رجمون. باز دوباره میریم اینجا، میتونیم بشماریم 1 2 3 سومی و قلابمون رو میکنیم داخلش و نخ رو میگیریم بیرون میاریم و به این شکل از 2 تا رد میکنیم، یک بست زده شد. رج بعدی به چه صورته؟ رج سوممون به این شکله که میایم دوباره 3 تا زنجیره میزنیم، داخل این فضای یک زنجیره‌مون 2 تا پای بلند میبافیم. یعنی علاوه بر این که روی هر کدوم از این پای بلندهای رج قبلی پای بلند میزنیم، داخل این حلقه فضای تک زنجیره‌ایمون هم 2 تا پای بلند میبافیم. یعنی به این شکل میشه. یعنی من وارد این فضا میشم، یک پای بلند و 2 پای بلند. حالا رسیدم به پای بلند رج قبلیمون، روی این هم یک پای بلند میبافم. دوباره وارد فضای تک زنجیره‌ای شدم، روی این قسمت 2 تا پای بلند میبافم. مجددا رسیدم به پای بلند، یه دونه پای بلند روی پای بلند. می‌بینی؟ پس به همین شکل تا انتهای رج میریم. وارد فضای تک زنجیره‌ای شدم، 2 تا پای بلند و حالا روی پای بلند یک پای بلند دیگه. همینطور ادامه میدیم تا انتهای رج سوم. یه رج سوم کامل بافتم. در انتها هم مثل رج قبلی دقیقاً میتونیم 1 2 3 سومی رو پیدا بکنیم، زنجیره رو قلابمون رو داخل ببریم و نخ رو بگیریم و بست بزنیم. این میشه 3 تا رج اول کامل شده. رج چهارم. خب
رج سوم کامل شد، میریم رج چهارم بستمون رو زدیم، 2 تا زنجیره میزنم. خب 2 تا زنجیره زدم، دقت کنید این 2 تا پای بلنده که بین داخل فضای زنجیره بافتم رو کاریشون ندارم، میرم روی این پای بلندی که روی پای بلند زدیم کار دارم، پیداش میکنم گندمیشو و یه پای کوتاه روش میبافم. حالا 3 تا زنجیره میزنم، دوباره با این پای بلندای فضای زنجیره کاری ندارم، روی پای بلندی که روی پای بلنده کار دارم، میرم گندمیشو پیدا میکنم و یه پای کوتاه میزنم. پس اولی شد 2 تا، دومی شد 3 تا، سومی 2 تا، دوباره 2 تا زنجیره میزنم و روی پای بلندی که روی پای بلنده رج قبلی گندمیشو پیدا میکنم، پای کوتاه میزنم. حالا 5 تا میزنم، 5 تا زنجیره زدم و روی 2 تا پای بلندا کاری ندارم که فضای زنجیره، روی بعدی یه دونه پای کوتاه میزنم، 2 تا زنجیره و همینطور تکرار میشه تا انتهای رج. 3 تا زنجیره. پس با پای بلندای داخل زنجیره من اصلا کاری ندارم، میرم سراغ پای بلندایی که روی پای بلند رج قبلی پای کوتاه میزنم. 5 تا زنجیره، 2 تا، 3 تا، 2 تا، 5 تا، 2 تا، 3 تا، 2 تا و 5 تا. و یه پای کوتاه میزنم. پس ببینید این شکلی میشه. انتهای کارمون به این شکل میشه. این رج 4 بود. رج 5 رسیدم، شروع هم با 2 زنجیره است دیگه، وارد فضای 2 زنجیره‌ای میشم و یه بست میزنم، یه دونه زنجیره میزنم، میخوام روی فضای 3 زنجیره این 5 تا پای بلند ببافم. یعنی پای بلند خب همونطور که میدونی روی قلابمون یه دونه نخ میزنیم و پای بلند میبافیم، 5 تا پای بلند داخل فضای 3 زنجیره ایمون میبافیم. به این شکل. این هم شد 5 تا. حالا رسیدیم به فضای 2 زنجیره‌ای، یه دونه پای کوتاه میبافم. دیگه با فضای 2 زنجیره‌ای کاری ندارم، وارد فضای 5 زنجیره‌ای میشم. اول 5 تا پای بلند میبافم، 2 تا زنجیره میزنم، دوباره 5 تا پای بلند دیگه اینجا میبافم. پس به چه صورت میشه؟ یعنی 1، 4 و 5. 2 تا زنجیره میزنم و دوباره تو همین فضای 5 زنجیره‌ای 5 تا پای بلند دیگه میبافم. 3، 4 و 5. به این شکل شد. وارد فضای 2 زنجیره‌ای میشم و یه دونه پای کوتاه میزنم و دوباره فضای 3 زنجیره‌ای دارم که 5 تا پای بلند میزنم روش. همینطور دور تا دور تکراره. دیگه وارد فضای 3 زنجیره‌ای شدم، بعدش فضای 2 زنجیره‌ای میشه که یه دونه پای کوتاه میشه به این شکل، بعد دوباره فضای 5 زنجیره‌ای میشه که مثل اینجا میبافم، یعنی 5 تا پای بلند، 2 زنجیره، 5 تا پای بلند، همینطور دور تا دورش رو تکرار میکنم.
ببینید رج 5 هم به این شکل شد. حالا انتها رو میخوام بست بزنم به این قسمت، یعنی به همون قسمتی که 2 زنجیره بوده. به این شکل بست میزنم و رج 5 هم تموم میشه. وارد رج 6 میشم. حدودا 7 تا 8 رج میشه دیگه. این رج 6 همه. رج 6 رو 3 تا زنجیره میزنم. به جای اولین پای بلندی که میخوایم بزنیم 3 تا زنجیره میزنیم. حالا 3 تا زنجیره دیگه میزنم. پس شروع رج 6 با 6 تا زنجیره بوده. حالا وارد این قسمت 5 تا پای بلند، اولی دومی کاری ندارم، وارد سومی میشم و یه دونه پای کوتاه میزنم. دوباره 3 تا زنجیره میزنم و یه پای بلند به بین این دوتا، یعنی فضای اون پای کوتاهی که تو فضای 2 زنجیره بافتیم یه دونه پای بلند میزنم. به این شکل میشه. 5 تا زنجیره میزنم تو این مرحله، وارد این فضای 2 زنجیره‌ای، یعنی با این 5 تا کاری ندارم، با این 5 تا هم کاری ندارم، وارد فضای 2 زنجیره‌ای میشم و یه دونه پای کوتاه میزنم. 3 تا زنجیره میزنم، دوباره تو همین فضای 2 زنجیره‌ای یه دونه پای کوتاه میزنم. این شکلی میشه. دوباره 5 تا زنجیره میزنم، وارد پای کوتاه رج قبلیمون میشم، اینجا پای بلند میزنم. 3 تا زنجیره میزنم، یه دونه پای کوتاه روی 5 تا پای بلند داریم دیگه، روی سومی یه دونه پای کوتاه میزنم. دوباره 3 تا زنجیره میزنم و پای بلند میزنم اینجا. 5 تا زنجیره، وارد فضای 2 زنجیره این میشم. 3 تا زنجیره، یه پای کوتاه دیگه، همین فضا، یعنی دیگه تکراره تا انتهای رج. همین رویه رو تکرار میکنی. پای بلند، 3 تا زنجیره، رو وسطی یه دونه پای کوتاه، 3 تا زنجیره، رو پای کوتاهمون یه پای بلند، 5 تا زنجیره، رو فضای 2 زنجیره‌ای ما بین 5 تا پای بلند یه پای کوتاه و 3 زنجیره، دوباره یه پای کوتاه. همینطور ادامه میدیم تا انتها. رج 7. خب وارد رج 7 میخوام بشم. ببینید ما اینجا 5 تا زنجیره آخرمون رو زدیم، میخوایم بست بزنیم به ابتدای رجمون، یعنی رج 6 رو داریم میخوایم کامل کنیم. بست بزنیم به این شکل، بست میزنم، یه دونه زنجیره میزنم، وارد فضای 3 زنجیره‌ای میشم، یه دونه بست میزنم. خب به این شکل. حالا 3 تا زنجیره میزنم، توی همین فضای 3 زنجیره‌ای 2 تا پای بلند میبافم. پس تو این فضا شد با همین زنجیرها شد 3 تا پای بلند، درسته؟ وارد فضای 3 زنجیره‌ای دیگه میشم، یعنی با اینا کاری دیگه ندارم، با این پای کوتاه و پای بلندا کاری ندارم. وارد فضای زنجیره‌ای 3 تایی بعدی میشم و 3 تا پای بلند میزنم. به این شکل میشه. وارد فضای 5 زنجیره‌ای میشم، 5 تا پای بلند میزنم. 1 2 3 و 5. به این شکل. حالا وارد این فضای 3 زنجیره‌ای گوشه میشم، 3 تا پای بلند میزنم اینجا، به اضافه 2 تا زنجیره، 3 تا پای بلند، 2 تا زنجیره، به اضافه 3 تا پای بلند. یعنی تو این فضای 3 زنجیره گوشه کارمون، ببین چون گوشه کاره این شکلی شد، 3 تا زنجیره، 3 تا پای بلند، 2 تا زنجیره و 3 تا پای بلند. حالا وارد فضای 5 زنجیره‌ایمون شدم، دوباره 5 تا زنجیره. خب دیگه تکرار میشه، دور تا دورش رو همینطوری تکرار میکنیم. خب رج 8 بمون.
ما رسیدیم به انتهای رنج 7 و نخمون رو بکشیم بیرون، بست بزنیم به این شکل. حالا 3 تا زنجیره میزنیم روی همه پای بلندای رنج قبل. میخوایم پای بلند ببافیم، فقط فرقش رسیدن به این گوشه است. روی این دو زنجیره ها که میرسیم باید دونه اضافه کنیم. حالا من تا اینجا میبافم، بعدش دیگه تکراره. خب روی پایه بعدی، روی گندمی بعدی میریم، پایه میزنیم، همینطور روی گندمی های رنج قبلی پای بلند میبافیم تا برسیم به گوشه کار. یه ردیف 8 دیگه ساده بافی میشه، برای اینکه هم دور بافتمون قشنگتر بشه، همین که اندازه بافتمون هم بزرگتر میشه دیگه. خب دارم میرسم به اینم. از این به اینجا که رسیدم، به هر 4 سمت کار که رسیدم، دو تا پای بلند به اضافه 2 زنجیره به اضافه 2 پای بلند میبافم. یعنی وارد این فضای 2 زنجیره‌ای در 4 گوشه کار که رسیدم، 2 تا پای بلند، 2 تا زنجیره و 2 تا پای بلند بافم و بعد روی تمام پایه‌های بلند ردیف بعدی همون پای بلند میبافم. یعنی فقط تو گوشه هاست که اضافه میشه. خب انتهای رنج 8 تقریبا موتیف کامل شده. حالا میخوایم انتهای کار رو بهتون بگم چطوری وصل کنیم. مثل رنجای قبلی هست، یعنی در واقع 3 تا زنجیره داریم اینجا. زنجیره سوم رو پیداش میکنیم، قلابمون رو داخل میکنیم، بعد نخ رو میگیریم و از 2 تا زنجیره ها عبور میدیم و یک بست انتهای کار میزنیم، با قیچی میبریمش نخمون رو و میکشیم به این شکل. حالا پشت کار ما با کمک قلاب این نخ رو عبور میدیم به این شکل و یه گره اینجا میزنیم برای اینکه کار محکم بشه. دقیقا همین کار رو برای این قسمت هم انجام میدیم. موتیف زیبای ما آماده است. تقدیم نگاه زیباهتون.